خلیسمو میرزاعلیوا اعضای کتابخانه ملی کتابخانه بهترین ماه شناخته شد. این سپاسنامه از کتابخانه ملی با او سرفراز گردانیده شده است. خلیسمو خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه واسه روزهای تعطیل بهاری را در شهر دوشنبه با مطالعه کتاب‌های بدیعی گذرانیده است. من اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است هستم. من طول 5 سال است که در این آزمون اشتراک میکنم و میخواهم که به دور جمهوری رفته سزاوار جای نمایان گردم. برای به آزمون جا گرفتن من از روی نظامنامه کتاب‌هایی که در همان نظامنامه از ادبیات بچگانه نیستگی بود تیاری می‌دیدم و با کتابخانه ملی تاجیکستان رفته به آنجا اعضا شدم و چه کتابی که در نظامنامه آماده شده بود من در آنجا دسترس می‌کردم و آنها را پیدا کردم می‌خواندم. از این موفقیت خلیسمو کلکتیو آموزگاران و خوانندگان مکتب در برابر آنکه خرسند شدند، خلیسمو برای دیگران نمونه عبرت گردید. در پیروی به او توجه همسنفانش به کتابخوانی زیاد گردید. میخواهم در فروغ صبح دانایی اشتراک کنم از ادبیات نمینیتی کلاسیک تاجیک. من از همسنفم خلیسه عبرت گرفتم. چنان که وی در کتابخانه ملی اعضا شده است من هم میخواهم در تعطیل تابستانه رفته در آنجا اعضا شوم. من زیاده از 100 بیت داستانها و زیاده از چندین افسانه حکایه ها از بر کردم. من زیاده از 1000 بیت داستان، زیاده از 100 غزل، زیاده از 100 کتاب ها و غیره را مطالعه کردم. و اکنون کتابخانه مکتب مکانی دوست داشته آنها گشته است. خلیسمو و این همسنفانش برای آماده و اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است قریب که همه روزه به اینجا آمده کتاب میگیرند. میخواستم که برای غالب شدن در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است خیلی کتاب‌های زیاد از خود نمایم و مثال کتاب‌هایی که در نظامنامه داده شده بودند بعضی‌هایشون در کتابخانه ما دسترس نبود. برای همین من به کتابخانه ملی رفتم و چه کتابی که در نظامنامه بود من همه آنها را از خود نمودم. آنها محفل تشکیل داده بودند که در یک ماه که از همه بیشتر کتاب میخواند. نامی همان محفل بهترین کتابخوانی ماه بود. من در ماه مارس غالب همان محفل شدم که زیاده از 130 تا کتاب‌های بدیعی بچگانه را مطالعه کردم و غالب گردیدم. کتابخانه رو دیدم ما در حیرت شدیم که رفهای کتاب‌ها قریب که خالی بودند، لیکن بعد آنکه سببش را پرسیدیم که قسم زیادی کتاب‌ها در دست خوانندگان هستند از این نهایت شاد گشتیم. یعنی کتابخانه ما از همه جهت تامین از کتاب‌های ادبیات کلاسیک، معاصر، بچگانه و اینچنین کتاب‌های الکترونیک زیاده از 500 تا کتاب‌های الکترونی موجود است. خب فوند کتابخانه ما همگی از 2668 کتاب موجود است. اینچنین از اینها 1165 تاش در دست خوانندگان است. اعضای کتابخانه ما از طرف هم آموزگاران هم از طرف خوانندگان به 1132 اعضا دارد. یعنی همه روز از روزی که سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی اعلام گردید از آن وقت باز هم اعضای کتابخانه ما از طرف والدان خواننده هم زیاد گردید. باز خلیسبانو که در آزمون محفل کتابخوانی ماه در کتابخانه ملی تاجیکستان جای یکم را اشغال کرد، دیگر خوانندگان ما آن را ده ذوقمند و هوسمند گردن میخواهند و کتابخانه ملی رفته در وقت تعطیل اعضای کتابخانه ملی گردند. در کتابخانه مکتبی اطلاع دادند که شماره اعضایان کتابخانه روز تا روز می‌افزاید. با وجود این ماموریت مؤسسه کوشش می‌نماید که خواهش خوانندگان را اجرا نماید. بس خرسند از آن هستیم که همساله طبق فرمایش پرزیدنت مملکتمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان در سطح برگزاری چوره‌بینی‌های فرهنگی از جمله برگزار نمودن آزمون‌های جمهوریه فروغ صبح دانایی کتاب است. این فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیزی من بسا کارهای زیادی به انجام رسانده استادیم. از این ما خیلی خرسند هستیم. در سمت عملی سازی
ҳамин ҳадафҳо муассисаи мо низ бетараф нест. дар муассисаи мо даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ гузаронида шуд ки дар он ҷо 178 хонанда аз ҷумла 20 нафар омӯзгорон ва 4 нафар кормандони техникии муассиса дар ҳамин озмун иштирок карданд. ногуфта намонад ки ҳамасола сатҳи китобхонии хонандагон омӯзгорон хеле зиёд шудааст. ҳоло қариб 1130 нафар дар китобхонаи мо аъзо ҳастанд. ҳам хонандагон, ҳам омӯзгорон барои ана ҳамин дар сатҳи баланд бардоштани маърифати китобхонии хонандагон, ҳамчунин дар соли 2024 эълон гардани соли фарҳанги китобхонӣ низ ҳамин чиз ба мо кӯмак мекунад. طبق نقشه شعبه معرفی ناحیه دوری ناحیوی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است امسال در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 در دهه خوشابک دایر میگردد و ماموریت مؤسسه با این چاره‌بینی آمادگی جدی دیده ایستاده است. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.